بین توبه نصوح ای است که مرد اولا همون گناه توبه میکنه ثم لا یرجع کما لا یرجع لبن الی الزرع بعدا هرگز ارزوی همین گناه نمیکنه یا بازگشتی به همین گناه نداره مثل که شیر اپیستون وقتی جوشیدن یک شیر و پیستون بر نمیگرده کو همین آدم دیگه با همین گناه بر نمیگرده آن همین توبه نصوح نه که اطراف با صوفی و وفای دارن میگن نصوح نام یک شخصی دست است بنی اسرائیل ولی حضرت مولوی یک قصه عجیب داره موضوع بود مرد پیش از این نامش نصوح بود زی دلاکی زن او رو فتاد یک مردک میگه نامش نصوح بود است او دلاک بود است مساژیست روی او بودی چرخسوری زنان مردی خود را همه کردی نهان شکل صورتش به زنکو شباهت داشته است این خونه سوخته پیش زنک بگرفته است در حمام زنکو مساژیست کار میکرده او به حمام زنان دلاک بود در دغا و حیله بس چالاک بود سالها میکرد دلاکی و کس بو نبود از سیر رمزی آن هوس همین هم یک کیفیت داره کافی میرود مساژ میکنه او خیال میکنه این زنکه خونه سوخته مندک بود است میگه توبه ها میکرد پا در میکشید نفسی کافر توبه او میدارید بعضا توبه میکرد است مسلمان بود است مؤمن بود میگه با همین شیطان وسوسهش میکرده با همه را رسوا میکنه با میزد است میرفت است همین دیگه رنگ یک خوبی شیدگی عادت شیده است دیگه ترک شده نمیتونه من میگم ناز رفت پیش عارف آن زشتکار گفت ما رو در دعای یاد آر یا مرد خدا بود است یک شخصی گذر پیش اون میره حضرت میگه به حق ما دعا کن که یک گروه سخت دارم سیری او دانست آن آزاد مرد لیک از حلم خدا پیدا نکرد فهمید که چیه همیو اولیای خدا بود دست داد میگه اشکارش نکرد اون راز مردا پوشیده میگن عارفان که جام حق نوشیده اند رازها دانسته و پوشیده اند هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند دهانش دوختند و میگه سوز خندیده بگفته کژنهاد زان دانی ایزی در توبه دهاد اگه خدای تعالی خودش در توبه بده که با این توبه دادن ما فایده نیست خودت میدونی چی گناه داری خداوند هم گناه خودش توبه داده میگه این دعا از 7 آسمان درگذشت کار یار مسکین به آخر نیگشت قدرت خدای تعالی دعا که صدقی بود میگه از طرف آدم پاکیزه خداوند دعا را اجابت کرد اندران حمام پر میکرد تشت گوهری از دختر شه یاوه گشت قدرت خدا یک روز در حمام کار کرده است دختری پوچور هم اومده بله اومده است یک گوشتورش میغلطه یک مورش یک بریلیانت ای گوشتورش گوهری از حلقه های گوش او یاوه گشت و هر زنی در جستجو دیگه همه در تشویش در ترقب اما چه بریلیانت قیمت بود است پس در حمام رو بستند سخت تا بجویند اولش در پیچ رخت پس بجید جستن گرفتند از گزاف در دهان و گوش و اندر هر شکاف در حمام محکم کردن کفتگو سر شکاف آدم بسیار میشه خصوصا زنکو در این حمام زنکو همه ترخ گفتند بکویگو جا نمونه میگه اون نصوح از ترس شد در خلوته روی زرد لب کبود از خشیته پریکت شدوخی همه لباسوش هم بکنه لیچی برهنه شود در حمامای مسلمانی پره لیچی برهنه نمی شود حواتی غلیظه محکمه گفتن همه لیچی برهنه شود میکنه این بیچوره دیگه تلخش کرد یک کنجک در اومد میگه که گفت یارم بارها برگشتم توبه ها و عهدها بشکستم پروردگار رو خودت شاهدی میدونی که من چندین مرتبه بود توبه کردم با همین شیطانی لعین ایره برو و دکمون با همین کار در دست زدم ای خدا آن شد که از من میسزد که زهر سوراخ مارم میگزد ای خدا آن کن که از تو میسزد پروردگار رو خیلی من نابکارم ناکسم اما تو کریمی رحیمی ستاری اگه به هم ستاری کنام بپوش گرمه رو این بار ستاری کنی توبه کردم از هر نو کردنی همین در گناه ما بپوش با خدا خسب توبه کردم
خلاص دیگه ایران نمیکنم. میگه ای خدا چندان بگفت کنده و دیوار با او گشت جفت. دیگه همین اوز ای خدا دسته درگیری و نولوهای ای میگه در میان یارب و یارب بدو بانگ آمد در میان جستجو جمله را جستیم پیش و ای نسای. همین زورا و التجا داره که یا وقت اوز دادن که کمپیرکی نسو همین نوبتی تو دایا برا کفته بیو گشت به هشون زمان پرید رو تلخش گفت هشش رفت و تخته پیش زده رو آخی کشتن چیه؟ پوستش میکردن در پوستش کجو میکردن تمام اولاد خیش تمامش همه شرمنده و روسیه آخی به ای مردن به 1000 بار بدتر ای هشش رفت و حضرت میگه که همین وقتی که هشش رفت کو موج رحمت پروردگار در جوش اومد میگه چون که دریاهای رحمت جوش کرد سنگ ها هم آب حیوان نوش کرد مرده 100 ساله بیرون شد زیگور دیوی ملعون شد به خوبی رشک حور. وقتی رحمت پروردگار جوش میزنه طبیعت مرده را دیگه که زنده میشود. دشتای سوخته اولیمتویا در بهار یبره ببین به نام خدا هشت میکنه سبزه جدا لاله جدا حوض شد میکنه. بله همین وقتی که سوخت پخت هیچی نیست لیکن بهار میشه قماشه میگه عید دیگه طبیعت زیبا در اینجور نیست. و حضرت میگه تا نگیرید طفل کی جوشد لبن تا نگیرید ابر کی خندد شبن. همین کودک که گریه نکنه در یاد او چشم نمیزنه. همون کودک گریه میکنه که میگیره سینه‌اش میتا تو زمان ابر گریه نکنه و بارون نباره چمن نمیخنده حاصل نمیبروید. تا نگیرید کودک حلوا فروش بحری مخشایش کجا آید بجوش. بانگ آمد ناگهان که رفت بیم یافت شد گمگشته آن بریتی همین وقت میوارش خلاص میگم تمام اگه دیگه ادبار یافتیمش از غیره و نعره و قرصک زدن پر شد حمام قدزال الحزن. همه دیگه شد شیدن همه جونش در تلوسه بود همه رو نکزد میکردن دیگه همین شودی و خرسندی قرصک زدن و تکبیر گفتن اون نسوحی رفته باز اومد مخیش همه وقت کشش به سرش زد. حیرتی او دم بدم میگشت بیش می حلالی خواست از وی هر کسی بوسه میدادم بر دستش بسی یک منتظری مرگای این نگاه کرد که اومدیان دستوش هم چک کردستیان عذر خواهی دارم بعد گمان بردیم ما رو کن حلال گوشتی تو خوردیم در قیل قال کمپیرک اگه در حقت گمانی بد کردیم پهیل بکن غیبتت کردیم گوشتی تو خوردیم اکثر گفت بد فضل خدای دادگر ورم از آن چند گفته شد هستم بتر ای گوش ما چی نمیدونه اون نعمتی پروردگار ای نبوشم و خدا قصر و اون چیزی شما شده بگیره من بدتر ها من بزدار من همه دانم و آن ستاری من جرمها و زشتی کرداری من این شیر من همه خدمت رو پروردگارم حق بدین آن جمله را نادیده کرد تا نگردم در فضیحت روی زد. خدای بزرگ برای سطر کرد پوشم که همجا روم سیاه نشده و شرمنده نشد. من میگم بس کرد دیگه خلاص رفت هست خونه شکریه اگه این امتحان خداوند بیده همین هر کوره در دعوت همین پروردگار اکثر یه امتحان بیاره یعنی در دعوت تو کدام درجه تو مرده که مستقیمی همون مرده که گفته است که سرم قوخکی بتروش ما مردیم همین عده نوبت میگیره که جلو میگه کم کم اوام برسی در ترکیب خونون نومردین هم هست میگه خونه در دست ناگهان آمد کسی که از مرحمت دختر سلطان ما میخواند دختر شاهت همه خونه بیا تا سر شویی کنون ای پارسا پیشش میگه که مبارک شود خدا داده تو دیشتی مساجیستی دختری پوچو بشه یک دختری پوچو میگه که همون را بیاری همون مقصد همون نسوح بیاری مساج میکنن این وظیفه بلنده ای که اوگه پیشیدش با خیلی بلندتر جسته دلا که نمیخواهد دیدش تا بی مولد یا بی شوید بگی اگه امتحان خدا را ببینید با وظیفه بلندترک بگیدش کنید گفت رو دستی من بیکار شد
این نصوحی تکنون بیمار شد. گفت برای ملیکه را بگه که کمپیرک بیمار شید است دیگه دستان کار نمیکنم، مساج کرده نمیتونم. با دل خود گفت کس حد رفت جرم، از دل من خیره و دان ترس کن. خود به خود اندیشه کرد که ای بدبخت پشت دست سرت بگی من بمردم یک راه باز آمدم، من چشیدم تلخی مرگ آدم، یک دفعه مردم خدای بزرگ زندم کرد، گناه ما پوشید پشت دست سرت بگی بعد این محنت کی رو باری دیگر پا رود سوی خطا الا که خر. آدمی که بعد یعنی امتحان با میگه پا در همین ورطه مهلکه میمونه، او آدم نیست، او خره. گر همه موی تنم گردد زبان، شکرهای نیاید بر زمان. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. پروردگار اگر هر یک موی بدنم اگر زبان شوه و شکایت را بگه، شکایت را ادا کردن نمیتونم، از همون یک شکایت را کردن نمیتونم. ای همین خاطر میگه خطبان گفتی آره او مثل نصوح توبه کرده. اما همه قول درسترش قول حضرت عمره، ان یتوب الرجل ثم لا یرجع الى الذنب کما لا یرجع اللبن الى الزرع. توبه نصوح همین است که مرد توبه کنه، همین خیلی توبه کنه که دیگه بازگشت نداشته باشه. همین خیلی که شیر از پیستان جوشیدی دیگه برگردونش نمیشه، انا میخوام همین توبه هم مقصد صاحب شه از همون گناه رو کنه. خدا هیچ نکنه.